پیامبر علیه السلام می‌فرمایند بدترین چیزی که انسان پر می‌کند شکمش است. چون چند لقمه‌ای که کمرش را راست نگه دارد برای وی کافی است. اما اگر بدین قناعت نکند، پس 1/3 شکم را برای غذا و 1/3 برای نوشیدنی و 1/3 را خالی برای نفس کشیدن نگه دارد. علم امروز ثابت کرده که بعد از پر شدن 1/3 آخر حجم معده از طریق دیافراگم بر ششها فشار می آید و نفس کشیدن سخت می شود.